قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميل. السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امیدوارم که خوب و تن صحت هستید. اگر از ما پرسید ما هم شکرانه خدا خوب هستیم. دوستانی عزیز، امروز یک نمود ماسک برای نیست کردنی 4 نیتاچکی تیار میکنیم. به نهایت آسان و ارزان می باشد. چنانه که دیده استادید او گل را از اپتیکا به فکرم 70 روبل بگرفتم. در نشانده 5 پچکه هست 10 دانگی. به نهایت هم ارزان هم به نهایت افکتی خوب میدهد. دوستانی عزیز، من از اینترنت ها تماشا میکردم، راستی که باور نمیکردم. یک بار گفتم رادی اینترس خودم تیار کرده بینم، گفته یک بار تیار کنم به نهایت نقص رزولتاتی نقص داد. برای همین به شما هم خواستم ویدیو کنم. سر اول ما 3 دانه اوگل را گرفته کمتر آب گرفتم تا اینکه خوشرو آردکی معده شود. باز به ما لازم است یک قاشقچه ژلاتین. این ژلاتین هم به نهایت نغز است. یگان خیلی پوستی روی انسان را نمی سوزاند، سرخ نمی کند. به نهایت ماسکای نغز است. این یک پچکه ژلاتین دوستانی عزیز 2 بار می شود. من یک بار تیار کرده که بودم، این دوم بار تیار کردم. خواستم به شما هم نشان دهم. برای همین در این یک پچکه ژلاتین 2 قاشقچه ژلاتینش هست در این نشبه. پسان 2 قاشقچه شیر، فرقش نه خیلی که شیر باشد، نمیخواد 2 قاشقچه شیر را همراه میکنید و آمیخته میکنید و به مدتی 2 سکند در میکروالنافکا میمانید. دوستانی عزیز بسیار نه 2 سکند اوج خودش تیار میشد. راستی گپ اپا جانا و خواهرکانی عزیز، من به پوستی رویم هر خیل ماسکه ها، هر خیل کریم ها را بسیار استفاده نمیبرم. پوستی روی من کمتر روغنین است. برای همین 4 نیتاچکی دارد، بسیار نیو کمتر تا 4 نیتاچکی دارد. برای همین خواستم همین ماسکه را یک بار استفاده برم بینم که رزولتاتش چه خیل. گفته یکم بار راستی گپ استفاده. ماسکه ما تیار شد در مدت 2 سکند. دوستانی عزیز، سر اول پوستی رویتان را با یگان متریالی پختگی را به آبی گرم تر کرده کمتر برایتان میمانید تا اینکه پاره های روی را کشاده میکند، پریچه میکنید. روی را به هر کجای روی مخمخه مانده میگیرید تا اینکه این ماسکه را در وقتی به پوستی روی مالیدن خب ماسکه را ما علاقه مالیده شدیم. چون که دیدی استادید از سینی پایان به بالا انمیخل می بردارید. ماسکه را روی را خیلی تازه می کند. اساساً به روی های روغنین خیلی نغز است. شما می توانید این ماسکه را در یک هفته 2 مرتبه استفاده برید. خیلی نغز است. دوستانی عزیز، امیدوارم که به شما معقول شد ویدیوی ما. حتما در خانه های خودتان تیار کنید. در اینجا باشد ما به تماشا رفتیم. ولاگ ما را تا آخر تماشا کنید. لایک و کامنتاری ماندن را فراموش نکنید. دوستانی عزیز، همه وقت پوستی روی های خودتان را احتیاط کنید. باز یک مصلحتی دیگر دوستانی عزیز، پوستی رویتان را با آبی گرم نشویید. تیز آژنگ پیدا می کند. حرکت کنید، با صابون نشویید، چون که ممکن نیست با صابون شستن. پوستی روی های خودتان را احتیاط کنید. ولاگ ما را تا آخر تماشا کنید. از همه تان از زمین تا آسمان منت دارم.